حیات و فعالیت ویلهلم کنراد ریوتگن. ویلهلم کنراد ریوتگن عالم و اختراعکار مشهور 27 مارس سال 1845 در شهر لنپ آلمان به دنیا آمد. او در مکتب‌های آلمانی و بعداً در دانشگاه پلی‌تکنیکی سیوریخ شویتزاریا تحصیل کرد. ریوتگن عمر خود را برای آموزش نورها و تأثیر آنها به ماده‌ها بخشید. در سال 1895 وقت ریوتگن با نیچه‌های کاتودی کار میکرد، او نور نو و نوعیان را کشف کرد که بعد از او با نام نورهای ریوتگنی یا رنتگنی نامگذاری شد. این نورها به ماده ها وارد شده تصویرهای داخلی آنها را نشان میدادند. کشف نورهای ریوتگنی یک نوگانی‌های بزرگ در علم طب و فیزیک بود. برای این کشفیات ویلهلم ریوتگن سال 1901 اولین نفر شد که جایزه نوبل در فیزیک گرفت. این جایزه به او برای خدمت‌های عجایبش در کشف نورهای غیر مادی ریوتگنی داده شد. غیر از این ریوتگن یک فیزیکی نظرسنج و اختراعکار بود که برای تجربه های خود در ساحه های نورها و الکترومگنتیسم و کیمیا نیز معروف بود. ویلهلم ریوتگن 10 فوریه سال 1923 در میونخن آلمان وفات کرد. میراث او تا حال در ساحه طب و علم مادی نقشی بزرگ دارد. پس از کشف نورهای ریوتگنی سال 1895 ریوتگن کار خود را برای فهمیدن خصوصیت‌های این نورها و امکانیت‌های استفاده آنها ادامه داد. او تحقیق کرد که نورهای ریوتگنی می‌توانند توسط بدن‌های سخت گذشته تصویرهای داخلی را به قید گیرند. این کشفیات به زودی برای تشخیص طبی استفاده شد و در مدت کوتاه در تمام جهان پهن گردید. ریوتگن در لابراتوار خود تجربه های گوناگون انجام داد و نور ریوتگنی را در جنبه های مختلف علم و تکنیک تحقیق کرد. او اینچنین در ساحه الکترومگنتیسم و نورهای کاتودی تحقیقات داشت. در طول عمر خود ویلهلم ریوتگن به علم اساسی و تطبیق سهم بزرگ گذاشت و در سال 1901 با عنوان نخستین صاحب جایزه نوبل سزاوار شد.